دوستانی که اول کلاس اعلام کرد من نمیتونم کسی رو ببخشم، بیاین روی سن. خب دوستان لیوانا رو بگیرین دستتون و دستتون رو کامل بکشین جلو، کامل کامل کامل. لیوانا رو نگه دارید همینجوری. خب بچه‌ها چه خبر دوستان، خوبین؟ اوضاع احوال؟ میگن هوا قراره یکم خنک بشه نه؟ همین الان هم خوبه. خیلی خوب. دوستان دیوانه داره اذیتتون میکنه. دستتو بکش. دستتون سر شد. نگرش دارین. خب داشتین میگفتین چه خبر؟ بله. با آبروی مردم چرا بازی میکنین؟ کدومتون دستتون رو عوض کردین؟ Looking at that potential handball, and the referee is going to look a little closer. Definitely touched his hand. دوستان دستاتون رو بیارین پایین. این لیوان وزنی داره 2-3 گرم. ما وقتی که اینو نگه میداریم خب اذیتمون نمیکنه، اما وقتی که زمان نگهداری این بیشتر میشود احساس میکنیم که وزن این لیوان داره زیاد میشه. ببینید وزن لیوان زیاد نمیشه، ما احساس میکنیم. 10 دقیقه که نگرش داریم فکر میکنیم که 200-300 گرمی وزن داره. نیم ساعت که نگرش داریم فکر میکنیم یه وزنه 2 کیلویی تو دستمونه. یواش یواش دستمون شروع میکنه به لرزیدن. امشب از دست درد خوابمون نمیبره، هی غلط میزنیم. بخشیدن یعنی این چه؟ این لیوان هر چقدر بده، هر چقدر به من ظلم کرده، من لایق درد کشیدن هستم یا نیستم؟ ببین من نمیخوام تو رو با خودم حمل کنم، چون هر چه که بیشتر تو رو با خودم حمل کنم فشاری که به روحم، روانم و جسمم میاد داره چی میشه؟ بیشتر میشه. یکیتون یواشکی دستشو عوض کرد. اون دوستمون گفت دستم داره سر میشه، داره بی‌حس میشه. بخشیدن ربطی به این نداره، ربط به من داره. ببین نمیخوام اذیتم کنی، نمیخوام دست درد بکشم. من به این لیوان چیزی نمیگم، خودم رو رها میکنم. خودم رو رها میکنم. اونایی که مقاومت میکنن برای نبخشیدن